عرض سلام و وقت بخیر هواداران و علاقمندان یک رشته جذاب و دیدنی، این هم چابک سواران در پایگاه در مکان برگزاری مسابقات مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه، جایی که دستاندرکاران فدراسیای پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان اقدام گرفتند به افتخار روز جوانان تاجیکستان یک مسابقات اسبدوانی را برگزار کنند. در وصف و ستایش اسب و همچنین قدرت و توانمندی های این جانور واقعا زیبا و دیدنی، شیر محمد شاهیان رئیس فدراسیای پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان در پیشگفتار داستان اسب کتاب دولت سفر بسیار نکات برجسته را ذکر کردند که در صورت دست دادن فرصت به شما حتما خواهیم گفت. یکی از آنها اسبان با سواران شجاع و دلیر خود به همه چیز قادرند. در این بابت از فیضی دکنی دیده کسی چیز بالاتر یارای گفتن ندارد. اسبان زی ستاره اوجروتر، گردان زی سپر تیزدوتر. ببینید چگونه و چی تصویر زیبای در مورد اسب شده است. پایگاه اول است که با این ترتیب شروع می شود. در پایگاه یکم خاطر رسان می کنم که 10 اسب نامنویس شده است در همون آغاز رقابت. این هم ابتدا شروع رقابت است. تکاغاز هم بسیار به مورد عبور شد. اسب های 2 ساله ذات اصیل تاجیکی هستند. ببینید یک سرعت افزایی بسیار والای از سوی گفته دیدیم و یادآور میشم که 10 اسب گردون، گستاخ، گفته، وجدان، واژگون، گرام، نشانه، رمزیه، ردکتر و مستنگ در پایگاه یکم شرکت داشتند و مسافه 1400 متر هست. دوستان عزیز 1400 متر خواهم پی بود. این هم نصف مره هست که فعلا چابک سواران ماهر در حال پیمودن این هستند و در قسمت بیشتر از نصف مره یکم تغییرات دیده می شود و نشانه ببینید که چگونه از سمت راست تعقیب می کند رمزیه رو و همین طور که روی تصویر نزدیک میبینه فعلا رمزیه پیشتاز است تا اینجای رقابت، اما ردکتر هم در حال تعقیب کردن است. هر لحظه و هر ثانیه تغییرات دیده می شود و این است اکنون نشانه که واقعا در این رقابت پیشتازی می کند. نشانه اسبی از قابل جان محمودوف از شهر خوجند در قسمت پایانی همون مره یا مسافه معین شدن نسبت به دیگران پیشتازی داشت و او را که چابک سوارش شکرالله خوجه عثمانوف بود ماهرانه اداره کرده توانست به همین ترتیب در مدت 1 دقیقه و 43 ثانیه نشانه توانست که موقع اول را اشغال کند، زینه دوم را باشد. با نشان دادی 1 دقیقه 44 و 15 ثانیه اسبی عبدالمولان رجبوف آن هم از شهر خوجند پیمود و در زینه سوم باشد با نتایج یا نشان دادی 1 دقیقه و 45 و 30 ثانیه اسب با تخلص ردکتور از شهر خوجند بود. او هم 3 اسب از شهر خوجند در این پایگاه ماهرانه هنرنمایی کردند و امین جان عبدالقادیروف چابک سوار ردکتور بود که زینه سوم را اشغال کردند و نوارهای سوز کرده شده را که از سوی کارگردان ما تهیه شده بار دیگر مشاهده کرده و بعد از هر یک رقابت از سوی فدراسیای پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان به غالیبان تحفه ها تقدیم شد. در پایگاه اول 3 ورزشکار که جایزه ها را گرفتند از دست محمدی حکیم و سرداور مسابقات تحفه های خود را قبول کردند. و پایگاه دوم رویم، جایی که قرار است یکی از اسب‌های واقعا نادری جهانی به هنرنمایی بپردازند. اسب‌های ذات اخالتکین. پایگاه شروع می شود. 5 اسب در حال رقابت کردن هستند. خاطر رسان می شوند که استلا با شماره 1 اسب سیاه از حاجی بدریدین،
بهادر الیف او را چابک سواری خواهد کرد. با شماره 2 سربلند است اسب سمند از انوشیروان رستم. فردوس سلاموف بالای آن قرار دارد. چون رقابت های گذشته فردوس سلاموف مدعی هست با سربلند. با شماره 3 باشد سمرقند است، اون نیز از انوشیروان رستم اسب سمند هست و او را مهراب شمشیروف اداره خواهد کرد. با شماره 4 باشد سیگر اسب سیاه ترک از عثمان خان الیف از شهر خوجند است. یارمجان آچیلوف او را چابک سواری خواهد کرد و با شماره 5 باشد گالین واگن اسب ترک از روشنخان از شهر خوجند است و ارکین جان میرزویف او را اداره خواهد کرد. فردوس سلاموف ماهرانه بالای سربلند میتازد و چابک سواری او هم بسیار جذاب و دیدنی هست و باز هم همون شعری که قبلا در ستایش اسب خواندیم به نظر می آید. منصب تو چیز چوگان باختن رخش زیر ایران به میدان تاختن گفته عبدالرحمن جامی که در وصف و ستایش اسبان هم خیلی ماهرانه گفته شده است. شیر محمد شاهیان هم در سرسخن خود در داستان اسب بسیار جالب در ستایش اسب هم نکات برجسته گفته که بعدا برای شما هم خواهم. به همین ترتیب سربلند مراتب دیگر هم در پایگاه دیگر پیاپی غالب می شود دوستان عزیز و نتیجه نشان داده او 1 دقیقه و 35 و 19 ثانیه را تشکیل می دهد و نتیجه مرحله گذشته رو هم یادآور میشم دوستان عزیز. سربلند در پایگاه قبلی که بخشیده به جشن روزی پایتخت تاجیکستان برگزار شده بود در مدت 1 دقیقه و 21 و 3 ثانیه نتیجه رو مسافه 1200 متر رو پیموده بود، ولی فعلا 1400 متر رو در مدت 1 دقیقه و 41 ثانیه پیمود و این هم نتیجه خوب است چون مسافه 200 متر نسبت بر رقابت های پیشتر زیادتر بود. پایگاه دوم رو تماشا کردیم جایی که اسب دیگری انوشیروان رستم سمرقند با نشان داد 1 دقیقه 41 ثانیه موقع دوم را گرفت. سربلند باشد با نتایج 1 دقیقه 35 و 19 ثانیه در زینه اول قرار گرفت و تحفه ها را تقدیم میکند بهزاد فیض‌اللهیف رئیس فدراسیون تیرپرانی جمهوری تاجیکستان و والیبال فردوس سلاموف که سربلند رو اداره میکرد موقع اول را از آن خود نمود و شمشیروف مهراب باشد با سمرقند زینه دوم را اشغال کرد و گالین واگن باشد با نتیجه 1 دقیقه 42 و 25 ثانیه از شهر خوجند زینه سیوم رو اشغال کرد. با پایگاه سیوم می رویم دوستان عزیز. در پایگاه سیوم 5 اسب نامنویس شده است جایی که زورق اسب ترک هست از مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه پیشنهاد شدند و 5 اسبی که فعلا رقابت خواهند کرد دوستان اینها همه از مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه پیشنهاد شدند ولی برای شما چابک سواران را یادآور خواهم شد. زورق که با شماره 1 است عزیز اشوروف او را اداره خواهد کرد. ارسنال با شماره 2 مهراب شمشیروف او را اداره میکند و ویول با شماره 3 او را پرویز عزیزوف اداره میکند و رخش باشد با شماره 4 هست عمر کمالوف او را اداره میکند. زورق در لحظه های اول پیشتاز است آنچنان که روی تصویر نزدیک مشاهده میفرمایید. با شماره 5 باشد گامبیت از مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه و کامل اشوروف او را اداره خواهد کرد. در لحظه های اول زورق ببینید که فاصله بین خود و آنهایی که او را تعقیب میکنند یا دنبال میکنند خیلی زیاد کرده است و به نظر میرسد که همون اختلاف مسافوی خیلی زیاد باشد و این هم زورق اسب‌های مؤسسه دولتی نوروزگاه هستند و در پایگاه قبلی هم زورق زینه یکم را اشغال کرده بود و قبلا در پایگاه روزی پایتخت در نتیجه 1 دقیقه و 23 و 91 ثانیه مسافه 1200 متر را پیموده بود زورق و فعلا ببینیم چی نتیجه رقم خواهد زد چون مسافه 1400 متر است. همان پیشتازی زورق رو مشاهده می‌فرماییم دوستان عزیز
مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه نیز میزبان یک مسابقات عالی دیگر هست. این هم با تشبوس فدراسیون پویگا و بزکشی جمهوری تاجیکستان که به غالبان تحفه های پولی خوب تقدیم می شود. به همین ترتیب دوستان عزیز پویگای سیوم هم به پایان رسید. مشاهده میکنیم که اسب با شماره 1 زینه اول رو گرفت، با شماره 2 در زینه دوم قرار گرفت، با شماره 3 در موقع سیوم و کسی نبود جز زورق و عزیز اشروف که روی داره میکرد در زینه اول بیستد. به همین ترتیب اسب‌های شماره 4 و 5 هم به خط پایانی رسیدند، ولی نتیجه خوبتر رو زورق رقم زد. یادآور میشم که 1 دقیقه و 37 و 3 ثانیه این نتیجه رقم زده زورق بود و نسبت به پویگای قبلی نتیجه زورق خوبتر است. از این برمیآید که مسافه اگر زیادتر باشد زورق هم سرعتش خوبتر خواهد افزود. از همان لحظه اول پیشتازی رو مشاهده میکردیم و تا لحظه پایانی هم به چشم رسید. به همین ترتیب شماره 2 ارسنال بود که در زینه دوم قرار گرفت. شماره 3 ویول بود که با نتیجه 1 دقیقه و 49 و 25 ثانیه در زینه سیوم قرار گرفت. نتیجه نشان داده ارسنال 1 دقیقه 48 و 75 ثانیه رو تشکیل میداد. به همین ترتیب در پویگای سیوم که اسب‌های خوش‌ذات در حال رقابت کردن بودند، به غالبان همکنون تحفه ها تقدیم می شود. یادآور میشم که دیرکتور مؤسسه دولتی نوروزگاه شهر دوشنبه به غالبان تحفه ها را تقدیم کرد. با پویگای چهارم می رویم دوستان عزیز، جایی که قرار هست باز هنرنمایی اسب‌های ذات آمیخته را مشاهده کنیم و در اینجا 5 اسب نامنویس شده است. رقابت قبول می شود دوستان عزیز، یا پویگا قبول می شود، جایی که با شماره 1 وولکان، با شماره 2 کراسافچیک، با شماره 3 ادمیرال، با شماره 4 سرمت، با شماره 5 رخش در حال رقابت کردن هستند. یادآور میشم که وولکان از رستم حسن‌زاده از شهر دوشنبه است. صاحبان همه اسب‌ها از شهر دوشنبه هستند. کراسافچیک از جمشید گلوف هست. ادمیرال باشد از کامل و اسبی سرمت که با شماره 4 رقابت میکند از بدریدین حاجی هست و اسبی شماره 5 با تخلص رخش از امید نظرов. و به همین ترتیب آنچنان که روی تصویر مشاهده میکنیم قسمت نصف مره در حال پیمودن هست. مسافه 1400 متر هست. به نظر میرسد که دستاندرکاران مسابقات از یک مسافه به مسافه دیگر منتقل شدند یا اینکه گذشتند و ببینیم در این مسافه اکنون اسب‌ها چگونه رقابت میکنند. آنچنان که به نظر میرسد خستگی اسب‌ها هم چندان دیدن نمی شود و در مسافه 1400 متر هم تاخت و تاز اسب‌ها بسیار ماهرانه است. ادمیرال اسبی که با شماره 3 هست به خط پایانی نزدیک می شود به فینیش. ادمیرال رو عزیز مرادف اداره میکرد. به همین ترتیب ادمیرال نخستین شده به خط پایانی رسید و اکنون اسب با شماره 5 سیومین شده به خط پایانی میرسد و اسب با شماره 2 کراسافچیک باشد دومین شده مره را عبور میکند و به همین ترتیب غالبان مشخص شدند دوستان عزیز. غالبان مشخص شدند. یک بار دیگر یادآور خواهم شد این شماره 5 رخش است. عجب اسبی دیدنی و خوش صورت هست. ادمیرال که مسافه 1400 متر رو نسبت به دیگر ها زودتر پیمود، نتیجه نشان داده او 1 دقیقه و 36 و 4 ثانیه رو تشکیل می دهد و یادآور می شوم که ادمیرال در رقابت های گذشته هم در زینه دوم بود و این مراتبه زینه اول رو اشغال کرده. در پایگاه قبلی
در مدت 2 دقیقه و 10 ثانیه در مسافه 1800 متر شرکت ورزیده بود ادمیرال. چون اسب‌های ذاتی آمیخته هستند، از این برمی آید که این اسب‌ها یعنی خونشون نسبتاً قوی‌تر هست در تاخت و تاز نسبت به دیگر ذات‌های اسب، سرعتناکی‌شان بلندتر است. به همین ترتیب دوستان عزیز کراسافچیک زینه دوم رو میگیرد با نتیجه 1 دقیقه و 38 و 4 ثانیه. آنچنان که گفتم ادمیرال با نتیجه 1 دقیقه و 36 و 4 ثانیه موقع اول رو میگیرد. زینه سوم رو باشد رخش با نتیجه 1 دقیقه و 47 و 47 ثانیه از آن خود میکند. دورانخان علیف نماینده فدراسیون پایگاه در ولایت سوخت در شهر خوجند به والیبال تفاهم تقدیم کرد. اکنون دوستان عزیز به پایگاه پنجم توجه میکنیم. این هم مخلصان و هواداران پایگاه اسب سواری. در پایگاه پنجم هم دوستان عزیز 4 اسب نامنویس شده است. اینها اسب‌های ذاتی اصیل تاجیکی هستند که در حال هنرنمایی هستند. پایگاه قبول شد. 4 اسب ببینید چگونه با هم نسبتاً از مسافه نزدیک رقابت میکنند. فردوس سلاموف هم اینجا در حال اداره کردن سنتوریون هست و یادآور میشم که لال با شماره 1 اسب سعید ولی خان علیف است، با شماره 2 باشد سنتوریون اسب رستم حسن زاده است و 2 اسب دیگر از خواجگی دهقانی میری ناحیه خوالنگ هستند. ورشیم که او را انوشیروان ستورف اداره میکند و اهریمن که بسم الله شایف او را اداره خواهد کرد. آنچنان که روی تصویر میبینیم دوستان عزیز رقابت نزدیک میان سنتوریون و لال در حال رخ دادن هست. فردوس سلاموف که بالای سنتوریون هست تا این جای رقابت که بیشتر از نصف مره هست. این مسافه 2000 متر است، نسبت به مسافه های گذشته زیادتر است دوستان عزیز. از این رو هنوز مشخص نمیتوان گفت که آیا تا لحظه پایانی فردوس سلاموف توانی ایستادن در این موقع خود را دارد یا نه، یا همین پیشتازی خود را تا لحظه پایانی میتواند حفظ کند یا خیر. به هر حال وقت نشان خواهد داد. فلک را چی گویم که در این سرا چو او شه سوار نباشد مرا، به همتا نمایم همین راز فاش. اگر اسب باشی به او اسب باش، مرا باشد از لطف او افتخار، خزان از نگاهش شود نوبهار. داستانی اسب که با قلم شاعر خوشکلام دولت سفر در وصف اسب گفته شده است. چند مصرع از آن داستان را هم برای شما خواندم در مورد این جانور واقعاً به انسان مشفق و مهربان و وفادار و غمخوار. فردوس سلاموف همان پیشتازی را در حال نگاه داشتن یا حفظ کردن است، اما چون مسافت 2000 متر است از این رو هر اتفاقی افتادنش ممکن است. آنچنان که مشاهده میکنید فردوس سلاموف پیشتاز بود تا اینجای رقابت و در نهایت کار باشد دوستان عزیز فردوس سلاموف با سنتوریون موقع اول رو اشغال کرد. از همون لحظه های اول که سنتوریون رو اداره میکرد فردوس سلاموف ماهرانه بود و لال باشد که او رو پیوسته تعقیب میکرد. در این جهت لال یک مرتبه پیشتاز به نظر میرسید، ولی مهارت فردوس سلاموف در نتیجه عمومی پیروزی نقشی مؤثر بازی کرد و لال زینه دوم را اشغال میکند. ورشیم باشد در زینه سیوم قرار میگیرد. نتیجه ای که این اسبان و این چابک سواران ماهر به نمایش گذاشتند
سنتوریون که زینه اول رو اشغال کرد در فاصله 2 دقیقه 15 ثانیه 2000 متر رو پیمود و زینه اول رو گرفت و لال باشد در مدت 2 دقیقه 15 70 ثانیه موقع دوم را اشغال کرد و با شماره سیوم برای شیم بود که در مدت 2 دقیقه و 69 ثانیه موقع سیوم را اشغال نمود. و مرادبک نصرالدینوف هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان که او هم دوستدار اسب است به غالبان تحفه ها را تقدیم میکند. یادآور بشم که تحفه های پولی از سوی فدراسیای پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان به غالبان تقدیم شدند و جوانان واقعا با سعادت دوران صاحب استقلالی در آستانه روز جوانان تاجیکستان در حال برگزار کردن یک مسابقات دیدنی همچنین صاحب تحفه های خوب شدند. اکنون به پایگاه ششم رویم دوستان عزیز، جایی که اسب‌های تاجیکی از 4 ساله بالا هنرنمایی خواهد کرد. در استارت ماشین یا تکاغاز خوب جای گرفتند 6 اسب و پایگاه قبول می شود. یادآور می شوم دوستان عزیز که اینجا اسب‌هایی که مدعی هستند از قبیل بادام، گلافکوم، رزگرم در حال هنرنمایی کردن هستند و در این رقابت ها هم آنچنان که میدانیم یکی از پیرترین چابک سواران یا یکی از سابقه دارترین چابک سواران اسلم همراقلوف نیز هنرنمایی دارد و اسب او با تخلص بادام اسب محمدی حکیموف است و از ناحیه فرخار. با شماره 1 گولنگ است از خواجگی دهقانی میری ناحیه خاولین خورشید ستارف رو اداره میکند. با شماره 2 آنچنان که گفتم بادام است از محمدی حکیموف از ناحیه فرخار همراقلوف اسلم رو اداره میکند. با شماره 3 گلافکوم و با شماره 4 رزگرام هر دو هم از خواجگی دهقانی میری ناحیه خاولین هستند. انوشیروان ستارف و منوچهر شراف‌الدینوف چابک سواران هستند. با شماره 5 باشد پایکونز از خواجگی دهقانی میر هست امید عزتلوف رو اداره میکند. با شماره 6 باشد سکرتریات اسب از رستم حسن زاده از شهر دوشنبه است. فردوس سلاموف باشد بالای سکرتریات هست. در پایگاه قبلی که بخشیده به روز پایتخت جمهوری تاجیکستان بود، در آنجا بادام موقع اول رو اشغال کرده بود، ولی ببینیم اکنون در اینجا مسافت 2000 متر است، یعنی 200 متر فرق در مسافت هست. در مسافت 1800 متر در پایگاه قبلی بادام با نتیجه 1 دقیقه و 59 از 67 ثانیه زینه اول رو اشغال کرده بود، ولی فعلا به نظر می رسد که قدرت و توانمندیش یا اینکه اداره کردن اسلم همراقلوف او رو برای رسیدن به اسب شماره 1 چندان خوب نبود. بله، به همین ترتیب با شماره 3 بادام در زینه اول قرار میگیرد. با شماره 2 رزگرام با شماره 1 در این رقابت رزگرام، بله با شماره 4 بود رزگرام که در زینه اول قرار میگیرد و بادام باشد در زینه دوم دوستان عزیز و گلافکوم در زینه سیوم. و یادآور میشم که در پایگاه گذشته بود که بادام در زینه یکم قرار گرفته بود و رزگرام در زینه دوم و سکرتریات در زینه سیوم، ولی این مرتبه موقع سکرتریات در جایگاه افتخاری نبود و به همین ترتیب یک بار دیگر خاطررسان میکنم که این نوارهای سوس کرده شده هستند دوستان عزیز در پایگاه ششم ذات اسب‌های تاجیکی از 4 ساله بالا و در اینجا بادام در برابر رزگرام مدعی بود. رزگرام در پایگاه گذشته زینه دوم را گرفته بود و بادام باشد زینه یکم را اشغال کرده بود، ولی فعلا نتیجه دیگر شد. ببینید فاصله چندان زیاد نیست، قریب بود که تواند اسلم همراقلوف با
رزگرام برسد اما موفق نشد. به همین ترتیب رزگرام با نتیجه 2 دقیقه 19 و 190 ثانیه در این پایگاه موقع یکم را گرفت و این هم اسب با دام از محمدی حکیموف از نویه فرخار است که اصلا همراه خود بالای آن بود. گفتیم سابقه دارترین چابک سوار در اینجا هست، ولی امروز این نیروی این جوان یعنی منوچهر شراف‌الدینov که رزگرام رو اداره میکرد در موقع اول بود. توفه را تقدیم میکند میرزا ناصرزاده نماینده فدراسیون پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان و غالیبان، همچنین سرداور این مسابقه محمدی حکیموف. اکنون با پایگاه اسب‌های ذات 4 ساله بالای انگلیسی میرویم دوستان عزیز، جایی که 4 اسب رقابت خواهد کرد. اینجا هم فردوس سلاموف با اسب با تخلص متئور از اعظمخان علیف هنرنمایی خواهد کرد. اسب متئور با شماره 2 هنرنمایی میکند و اسب با شماره 1 با تخلص دنبای هست از عثمان خان علیف از شهر خوجند و اسب با شماره 3 باشد راپورت از نکروز میرزویف از شهر خوجند هست. پیرومنانوف رو اداره خواهد کرد و با شماره 4 باشد ریکارد اسب انوشیروان نوریدین هست و او را عزیز مرادوف اداره خواهد کرد. مسافت 2000 متر از پایگاه قبول می شود و این اسب‌ها 2 مراتبه از نزد مخلصان خواهند گذشت. لحظه های اول رقابت تاخت و تاز عزیز مرادوف رو در همان لحظه های اول با ریکارد میبینیم، اما این هنوز پیشتازی کامل رو نمیتواند مشخص کند، چون در قسمت بعدی در نیمه مره یا همین مسافه میتوانند دیگر اسبان نیروی تازه بگیرند و بر رقابت بپیوندند، بر رقابت پرسرعت‌تر. و اینک آنچنان که به نظر میرسد ریکارد همان رو پیشتاز است، ولی این هنوز نصف مره نیست. خواهیم دید که در ادامه چه اتفاق میافتد. در ادامه آنچنان که میبینیم متئور و همچنین دنبای در حال تعقیب کردن هستند و متئور سرعت خود را هم می‌افزاید دوستان عزیز و او با ریکارد خیلی نزدیک می شود. و این هم سرعت افزایی متئور و تعقیب بسیار ماهرانه او. ببینید چگونه در فاصله شاید 400 متری مسافت سرعت افزایی متئور را ماهرانه مشاهده کردیم. فردوس سلاموف ببینید چگونه ماهرانه اداره میکند متئور را و به همین ترتیب فردوس سلاموف یک دستاورد شایسته دیگر در این رقابت به دست می‌آورد و نقشی چابک سوار در تناسب غالبیت خیلی مهم است. آنچنان که در رقابت گذشته دیدیم چگونه بادام در یک رقابت واقعا نزدیک نتوانست که در برابر رزگرام هنرنمایی کند، در حالی که در رقابت گذشته او را گذشته بود در رقابت روز پایتخت جمهوری تاجیکستان. و اینک این هم پایگاه آخر بود دوستان عزیز، جایی که اسب‌های ذات انگلیسی هنرنمایی کردن. در اینجا اسب‌های بودند که 9 سال و 7 همچنین 6 ساله همچنین 5 ساله در حال رقابت کردن بودند. فردوس سلاموف بسیار
یک ژاکه که به مثل همان ژاکه ها یا چوبک سواران درجه بین المللی از خود درک می‌دهد در این رقابت ها و آنچنان که محمد حکیموف اطلاع داد در عین برگزاری این مسابقات، چوبک سواران ما در جمهوری همسایه در کشور همسایه ازبکستان هم در یک رقابت‌های بین المللی اشتراک کردند و همچنین اسب‌های ما در آنجا هم موقع‌های یکم و دوم یعنی جایگاه افتخاری را نصیب شدند. به همین ترتیب دوستان عزیز این پایگاه آخر بود که با هم تماشا کردیم و در پایگاه آخر اکنون محمد حکیموف محقق ساحه اسب‌پروری و همچنین در این مسابقات گویم سرداوری مسابقات و کارمند فدراسیون پایگاه و بزکشی جمهوری تاجیکستان و غالبان توفه ها را تقدیم میکنه. به همین ترتیب بنده کریم خان بیگمتوف با به پایان رسیدن این مسابقات روز جوانان تاجیکستان را بر کل جوانان تاجیکستان خجسته میگویم تا فرصت بعدی روز روزگار بر همه شما خوش.